آوردم پول نیاورد. میشه این نفر پیداش یک شرط موقعی بزنم پول غذا بکنم. خوشتیم کل خونده خوشتیم آکه برنامه گردم آقا کوچولو حتی کوچولویی برمیگردی. احمد آقا چیه مثل رادیو قرازه هر 5 دقیقه روشن میشی قش میکنی؟ چرا بهت نمیرسم اینجا؟ شما هیچ وقت به اون نمیرسی. چرا؟ حواس فاسفود خیرم این نفر پیدا با شرط بزنم از شرط بو بخورم. فاسفود دیگه بده شرط بنی که گوشت بگیره داره. گوشت کجا؟ سالار. چی؟ کباب ترکی سالار هفته تیر. همون که رفیقته. یه چیزی. اینو مندازم. اگه صاف افتاد کنسله. اگر افتاد رو زمین من کار اداریش انجام بدم. تا برو گرم کن. برو. ماشاءالله. بگردم. رفیق شرط نمیذاره. مال شرط میشی؟ رکورد زده بابا. گوش نمیده. یک شرطی بزن. شرط چی؟ گوشت خوبه؟ کجا؟ سالار. کجا؟ بابا کباب ترکی سالار آخر هفته تیر. بله. تو قیافت میخوره پول داشته باشی. چقدر تو جیبت پول داری؟ داداش این نداشت مامادم. احمد جان نداره احمد. آقا مامادم تو چه کار داری؟ برو آقا ماشاءالله. او بده پای با منم در من حضرت. احمد آقا ما رفتیم واسه حواس کنم. وای سرنه زده بود. از کنن بشینه زدی تو؟ زور ندارم. تو غلط کردی گفتی؟ ای با اونا که منعزت کردی ده. ای برو کجا میری؟ از اول هفته تیر رو مدامو. مگه تو سما نشدی؟ نه کجا بیاد از اول هفته تیر رو مدامو. اب نداره کشتن شد واقعش بیا اب نداره حقه تو تا بلای سر بیا حقه اینجا بود؟ آه دیگه سالار بیا صاحب روباز داره ببینم روباز شربت اشتها خوردم شربت اشتها. آقا واسه من تلفن بزنم شما سفارش رو الان میام باشه الو نه بابا یک جا شرش گیر که خوش آمدی خوش اومدی. اشتهاتم هم که خوبه اکسانسر کوچیکی دارم خیلی کوچیکه معلومه مراد یک زنگ بزنم آقای علیزاده لطفا بفرمایید بخور آقا بخور واو خوش شدنی هم که سفارش دیدی شربت اشتها خوردم نگاه کن هر ورودی یا خروجی داره باز ما تو رو باشگاه میبینم مثلا وایسا دست نزن همون پیشکی تو بخور این میتونی احمد آقا بخور بگه بلند شو من باید میرفتم با قطاری که برام